از پیامبر بسیار نازنین مان که این آفتاب تابان میفرمود که این مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته. برادرای خیلی گرامی، بسیار یک موضوع خوبی همین حدیث پیامبر است. حضرت میگه میدانید که بعد سر شما بعضی عملهای شما را در خانه قبر دستانه میگیره. یعنی در خانه قبر ما عملهای به دست مادرای عزیز و برادرای خیلی گرامی که در خانه قبر ماها را یاردن میکرده، ماها را دست ما میگرفته، گوییم که یک راحت خانه قبر ما بوده. حضرت گفتن از اینها حتما برخوردار شوید، زیرا که گوییم حتما ما و شما هم یک روز یک ساعت داریم که به این خانه قبر می رویم. و عزیزای خدا می گفتن که در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. ما از اینجا می توانیم که اونجا را آباد کنیم. یکی از اون عملها چی بوده است؟ گفته از علما علمه و نشره. کسی که در دنیا علم میگیره و علم شب به دیگرها تقسیم میکنه. یعنی نفرهای دوره ما، چه از مردها و جوانها و چه از خواهرها و مادرها هستند، نفرهایی که علم دارن، علم گرفتن، بازم این علمهاشون با دیگرها تقسیم کردن، یعنی تعلیم دادن. پیامبر نازنین گفتن که انمین علمی را که تو گرفتی و با دیگرها فهمانیدی، تقسیم کردی، این برای تو در خانه قبر یک راحت و یک یاردمچی در پهلوی تو در خانه قبر است. این یک. دوم گفتن اولدن صالحا ترکهو. کدام در دنیا اگر فرزند صالح میگذاره و خودش خانه قبر میرود، این فرزند صالح هم، برادرها و خواهرای عزیز، این فرزند صالح هم معنای همون اوله که برای شما در خانه قبر یگان مشکلات انشاءالله شما را هیچ وقت گوییم که نزدیک نمی شود، یگان سختی بالا تو نمی آید اگر شما در دنیا فرزند صالح گذارین و بعدا خانه قبرتون برید. یعنی اینها چیزهایی هستند که ما را آگاه کرده که این کارها را بکنه که روز می شود که اگر ما مقصد اینها را نکردیم، خانه قبر رفتیم، خواهی نخواهی اونجا دیگر پشیمانی برای ما و شما هیچ سوده ندارد، هیچ معنی هم ندارد. میگه فرزند صالح گذار، فرزند گذار که مقصد از پشت تو بار یادش بزنی. فرزند باشد که همین صبح که دمید دانکی هاست باید نماز بامداد بخوانی، پیشین کشید بفهمه نماز پیشینه. فرزند باشد که روز دهد یقل یک پاره قرآن بخونه. یعنی در خانه ما و شما وقتی این گونه فرزندای خوب، فرزندای نیک وقتی باقی مانه و خانه قبرم که برین، اکو گپ در اینه که مردن این حقه برادر عزیز. این جای دیگر گوییم جای ناراحتی و جای ناراضگی نیست، لیکن وقتی اگر من در پشتم همینها را گذارم، برای من مردن یگان خوفی نداره، من یگان غمی هم ندارم که انشاءالله وقتی این کارها را کردم، خیلی که در همین دنیا راحت داشتم میگشتم، همون قبر من برای من همین خیر می شود. میگه دویم فرزند صالح را میگه وقتی که شما باقی میمونید. سیوم پیامبر نازنین گفتن که او مصحفا ورثه. کسی مال دارد، ولی یک زمانی همین چیزا بسیار رواج بود، پول دارد، با پول و با مالش قرآن میخره و مردم تقسیم میکنه. در هر دستی نفری قرآن خانه وقتی قرآن یک نفر هست و هر گاهی که او را تلاوت میکنه، این یاردم و فایده برای همون نفری است که این قرآن را رسانیده.
ما در هم دورهای خطیبیمون مردم کراوکا میوردن میموندن، همین را مقصد در مردم تقسیم کنین، در مردم تقسیم کنین. خدا رحمتشون کنه، کدامش مرده باشم کدامش زنده هم باشد، برای زنده هم فایده داره، برای مرده هم که باشد انشالله به عدد هر حرف او در پیش الله مهربان او پاداش میگیرد. دیگر عملی را که پیامبر گفتن بعد سر اختمانین او مسجدن بناهو، کسی که مسجد بنا میکنه، کسی که در مسجد سهم میگذاره، اینها هم خواهرها و مادرای عزیز، اینها هم گویم که همون دستش میگرفتگی در خانه قبرش است. دیگر چیزی را که حضرت گفتن او بیتن لی ابن سبیل بناهو. اگر در تاجیکستان ما نیست، ما در خارجا بودیم، در اونجا میدیدیم مهمان خانه های بی پول بود، مهمان خانه هایی که میرفتی بی پول خواب میکردی، بی پول شب میگذرونی، بی پول خوراک میخوری، همش از حساب همون نفری که امکانیت و دولت و ثروت داشت این کار میکرد برای مردم مسافر غریب. پیامبر گفت کسی که همین خیلی مهمان خانه بی پول داره که مردم مقصد در اون شب گذرانی میکند، ویم برای فایده خانه آخرت چه. حضرت بعد گفتن او نهرن اجراهو، یا کسی که آب میبراره، کسی آب میبراره و مثال برای هر یک دیه باشد، شهر باشد، برای کجای باشد، وقتی مردم از آب تامین میکنن. هفتم حضرت بعدن اخیرا چی گفتن او صدقتا اخرجها من ماله فی صحته و حیاته یلحقه من بعد موته. گفتن نفری که در دنیا وقتی مبلغ داشت، پول داشت، شرایط داشت، از مالش صدقه میکرد. وقتی که انسانی که از مالش صرف میکنه، صدقه میکند، پیامبر ما گفتن اینم گفتن در خانه قبرش دست او را میگیره. الله رحمت کند. شیخ سعدی را میگفت زر و نعمت اکنون بده کانی توست، که بعد از تو بیرون ز فرمانی توست. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. حضرت میگفت امروز هر نفری که مبلغ داری و پول داری همش در مقصد تحت کنترلت هست، امروز بکو، با دست خودت بکو، زیرا که روزی که چشم تا پوشیدی دیگر تمام، یعنی اون مال بخیر. گفت زر و نعمت اکنون بده کانی توست، که بعد از تو بیرون ز فرمانی توست. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. حضرت میگفت امروز هر نفری که مبلغ داری و پول داری همش در مقصد تحت کنترلت هست، امروز بکو، با دست خودت بکو، زیرا که روزی که چشم تا پوشیدی دیگر تمام، یعنی اون مال به خودش با صاحب خود چه میآورد، او دیگر مقصد از تحت او دیگر سلطه تو، از فرمان تو دیگر از همه بیرون است. حضرت گفتم با دنیا توانی عقبا خری، همینجا میتونی که تو آخرت بخری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. یعنی نصیحت من میکنه که بخرین میگد، زیرا که شما بعدا پشیمان میشید. الله مهربان توفیق منتهد. مادرها و خواهرای عزیز که هرگاهی که در این خیل محفل ها میشینیم، هرگاهی که یادآور از یک برادر خواهر وقتی ما میشویم، ما حتما باید که همیشه در پیش نظر ما و شما باید ما خودهامان تصور کنیم که ما هم چه خیلی مرده باشیم، ما هم احوالمون در خانه قبر چی میشیده باشد. آیا من برای خانه آخرتم چی مقصد پیش دستی کردم؟ ولی در یک حدیث خواندم میگه وقتی که انسان از دنیا میگذشته، قال الناس، ببین مردم می آمده است، چی میگفته است؟ مردم می آمده است میپرسیده چند ساله بود؟ خیلی فلان سال. چیکار کرد؟ خیلی بیمار شد. چند فرزند داره؟ خیلی فلان که فرزند. میگه مردم از دنیاش میپرسه، یعنی ما خلفه چی گذاشتم یادم، از این یادم چی مانده؟ مردم میگه فقط گرد دنیاش میپرسه. لیکن وقالت الملائکه،
لیکن وقتی یک آدم از دنیا میگذشته است ملائکه ها میگه بین خودش چی میگن؟ ما قدمه این برای خانه قبرش چرایی که باشد، یعنی برای اونها دنیا اعتباری نداره. میگد آیا این مقصد حاضر خانه آخرتش میرود؟ آیا دارد عملی که ایرا استقبال بگیرند؟ آیا کرده است کاری را که مقصد در خانه قبرش یگان راحت و یگان لذت و یگان آسایش داشته باشد؟ از این لحاظ حضرت الله مهربان حضرت موسی را چی گفت؟ گفت یا موسی الفقر من الحسنات هو الموت الاکبر. این مرگی که گفت شما را دامنتانه میگیره، این مرگ حتمی است، لیکن وقتی اگر دست خالی پیش من بیای انا این برای تو مرگ گفت، انا این برای تو مشکلی که وقتی تو نزد من دست خالی بیای. الله مهربان ما را دنیا فرستاد خواهرها و مادرها عزیز به مقصد اون نه که ما می عیش کرده بگردیم، اشرت کرده بگردیم، بے پروایی کنیم، بے غمی کنیم. این دنیا برای اون نیست. برای چی الله مهربان میگه که مرگ آفریدم حیات آفریدم؟ برای آنه که ترا سنجش کنم. یعنی یک زمان ما در این دنیاییم خواهرها و مادر عزیز برادر خیلی گرامی حاضر هیچ کس نمیدونه. الله میگه 5 چیزی است که بغیر من هیچ کس نمیدونه. یک تشیه ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا، تو نمیدانی پگاه مرده یا زنده، نمیدانی. ولا تدری نفس بی ای ارض تموت، الله میگه نمیدانی که در کجا من جانی تو را میگیرم. این چیزا را تو نمیدانی. برای وقتی که نمیدانیم ما هر زمان باید آمادگیمون برای مرگ باشد. هر زمانی که مرگ به سراغمان آمد ما باید هیچ وقت مقصد پشیمانی نداشته باشیم. در اخیر یک آیتی که در ذهنم آمد در سوره مؤمنون آیت 99 میگه وقتی انسان از دنیا میگذره خواهرها و برادرای عزیز حالا ببین الله را حکایت کرده میگه قال رب ارجعونی، میگه همین انسان هم میگه گفته وقتی از دنیا میگذشته بعد میگه الله وقتی که جانش میداده مراجعه میکنه خدای مهربان یک باره که دیگه دنیا بر نمیگردونیم. حالا ببینین برادرای عزیز و خواهر، آیا او میگوی که به خاطر که برم در دنیا خانه و در مبینم یا زن و فرزند مبینم یا چی؟ با چی مقصد ای الله بازگشت دنیا را میپرسه؟ با چی مقصد؟ قال رب ارجعونی. ببین الله مهربان اجازتم بده برای چی؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدای مهربان من امروز این حالت دیدم از داشتگی اعمال و پیش تو خجالت دارم، با این اعمال ما در پیش تو نجات نمیابم. خدای مهربان یک زمانه که دیگر رایم نمیکنی که عملهای صالح ما زیاد کنم و بعد جان ما بگیری. الله میگفت از کلا انها کلیمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ. ببین الله مهربان میگه نه دیگر بازگشت به سوی دنیا نیست. من میدانستم که تو این مراجعت بر من میکنی، لیکن بین تو و بین دنیا پرده ای گذاشتم که دیگر تو به او دنیا گذشته نمیتونی. به این خاطر مادرها و خواهرای عزیز و برادرای خیلی گرامی حاضر فرصت داریم. ببین امروز خدای مهربان زمین تنیسیت دادایمون، عمر دادایمون، ایره غنیمت دانیم و ها وقتی که اگر سر در بالین مرگم که موندیم دیگر افسوس این دنیا و افسوس چرا این را نکردم و چرا او را نکردم دیگر این افسوس ها را نکنیم. یک جای دیگر هم شکرگزاری همیه که شما در بینتون با داعیا و واعظای دارین که گفته استانتون آگاهتون که استان که هم خیلی حالتات در پیش هست، یعنی شما آگاهی دارین، فقط برای شما توفیق در کار که آن چیزی را که شنیدین عمل کنین. میگه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. در دنیا بی خطا نمیشه آدم، بی لغزش نمیشه. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. سلام علیکم و رحمت الله.